شهرستانش کرمانه. استان کرمان با مساحت 183191 کیلومتر مربع پهناورترین استان کشوره و با جمعیت 3,413,000 نفر نهمین استان پرجمعیت ایران محسوب میشه. کرمان از شمال با خراسان جنوبی و یزد، از غرب با فارس، از جنوب با هرمزگان و از شرق با سیستان و بلوچستان مرز مشترک داره. کرمان چندین سال متوالی رتبه نخست صادرات غیر نفتی کشور رو دارست. بزرگترین تولید کننده خرما و پسته، رتبه دوم تولید گردو و رتبه دوم تولید گل محمدی در ایران رو دارست. کرمان با دارا بودن بیش از 14 قله با ارتفاع بیش از 4000 متر بهشت کوهنوردان ایران نامیده شده. آب و هوای کرمان در نواحی شمال و شمال غربی آب و هوای خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و در جنوب غربی و مرکز سرد و کوهستانیه. این استان همچنین با بیش از 660 اثر ملی ثبت شده از استان‌های تاریخی ایرانه. چند نمونه از مناطق گردشگری اون میتوان به ارگ بم، مجموعه ابراهیم خان، ارگ راین، حمام وکیل کرمان و باغ شاهزاده ماهان اشاره کرد. از غذاهای محلی استان کرمان میتوان از زیر پلو، اشکنه کرمانی، کله جوش کرمانی، کباب زرگری و کلمپه خرمایی اشاره کرد. پلاک‌های این استان 45 و 65. پیش شماره بین شهری اونها هم 034.